وقتی سن سالت باید در خانه می بودی مادر جان، در این وقت شب با این کتابا چی میکنی؟ کتابا را میفروشم، نان حلال پیدا میکنم برای اولادای خود میبرم. عجب کار میکنی. چقدر وقت است این کارو میکنی؟ 20 سال میشه. 20 سال. بله. کتاب فروشی میکنی؟ بله. اولاد داری؟ بچه دختر داری؟ چرا ندارم؟ خب اوضاع افغانستان رو تو میبینی. کلگی بدبخت شده، کار بار نیست، زندگی خسته کن است. چیز گفتم نمیتونیم که حقیقت بگیم تلخ است. خودتان میفهمید. دیگه چی کنم؟ چی چاره دارم؟ کسی دیگه نیست که مثلا کمکت بکنه که این کارو نکنی؟ کی کمک کنه؟ کلگی داد میزنه که خودم ندارم. کی را بگویم؟ یادتم ندارم. در این 20 سال خودم زحمت کشیدم، چون مریضم هستم، شکرم دارم. خب دیگه آدم همت خودش کنه و بیتر است. برای یک لحظه فکر مو طرف شد از این اولادات چیزی گفتی نگرفتم گفتم. اولادم دو تاش بیکار است، یکشم برز خراب، دو چهار روز غیر روزگار بیخی خراب است. دیگه ماش ما بسیار دیگه به زندگی بسیار تلخ است. تیر کردیم دیگه چاره نیست برادر، خواهد چی کنیم. هی گپ بسیار چی میگن، یک رقم آدم آزار میده. برای خودت در این وقتی سن سالت باید